ما شما در شروع جاوا اسکریپت گفته بودیم که جاوا اسکریپت کدام نوع زبان است؟ ایونت بیز است نه؟ ما حال رسیدیم به مکمل جاوا اسکریپت بیسیکش خلاص کردیم. میام چیزی که اساسی است از جاوا اسکریپت اینا رو شروع میکنیم که ایونت است. گفتیم که در وبسایت که ما کلیک میکنیم میکاره جاوا اسکریپت است. دبل کلیک میکنیم، رایت کلیک میکنیم، ماوس هوور میبریم سیس که یک بتن فشار میتیم سیس. وقتی که لود میشه صفحه ریسایز میکنه یک عمل اجرا میشه. اینمی کارا را توسط جاوا اسکریپت تنظیم کرده میتونیم که وقتی که صفحه لود میشه چی کار شود، وقتی که صفحه ریسایز میشه چی کار شود، وقتی که اسکرول میشه چی کار شود، وقتی که یک شارکت کنترل ایکس فشار میتیم چی کار شود. اینمی کارا را توسط جاوا اسکریپت تنظیم کرده میتونیم. خب میام ایونت های سادهش میخونیم. یعنی وقتی که ما کلیک نوشته میکنیم کلیک کار میکنیم. در جاوا اسکریپت پیرا نوشته میکنیم که آن کلیک. صحیح؟ وقتی که اگر ما دبل کلیک میخوایم در جاوا اسکریپت نوشته میکنیم که آن دی بی ال کلیک. صحیح؟ وقتی که ما رایت کلیک میخوایم آن کانتکست مینو. چی؟ آن کانتکست. وقتی که ماوس هوور میکنیم ما میگیم که ماوس آن ماوس انتر. اگر ماوس اوت میکنیم آن ماوس اوت. اگر داون میکنیم ماوس داون. اگر ماوس اوس میکنیم آن ماوس اپ. کی پرس. وقتی که یک بتن ما پرس میکنیم سیس آن کی پرس. و اگر وقتی که ما وقتی که فشار دادیم پس بالایش کردیم او را وقتی که نو پرس کردیم او را پرس است. وقتی که فشار دادیم خلاص شد را چی میگه؟ کی اپ میگه. یعنی فشار دادی پس بتن هلاش کردی. سیس کی داون هم قسم است. باز فرقش هم میبینین. سیس لود وقتی که ما میگم یک چیز لود میشه باز در جاوا اسکریپت نوشته میگه آن لود. اگر لود نمیشه میگیم که آن لود. وقتی که صفحه ریسایز میشه ما نوشته میگیم که آن ریسایز. اگر اسکرول میشه نوشته میگیم که آن اسکرول. و این میتودای ایونتایی است که ما میتود برش کال میکنیم. چی کال میکنیم؟ میتود. حالا ما شما ساده کار میکنیم بعدا چه قسم در خود چی گرافیک کار بکنیم سلکترها را میخوانیم بعدا این را خوبتر کار میکنیم. 3 سال چند مثالش کار لک پاتی. خب ده لک پاتی ده. خب مثلا ما دیجا یک دانه پاراگراف میگیرم و دیجا نوشته میکنم که های رحمت مثلا. صحیح؟ اگر ما رن بکنم دیجا نوشته میشه های رحمت. ما بگم روی اینمی خط کلیک شد برای ما باید الرت بده که سلام. صحیح؟ اینو یک چیز بده. خیلی نوشته بکنین که آل کلیک میشه نه ما نوشته میکنیم که آن کلیک. این ده آن کلیک. خود دیگه باید فانکشن بدین. خیلی ما فانکشن میتونم که با نام مثلا فرست با نام فرست بشه. ولی فرست کدام فانکشن داریم؟ نه نداریم. نه خیلی باید ما فانکشن بسازم. میگیم که اسکریپت. خیلی دیگه باید فانکشن فرست بسازیم. مثل که شما دو چی خوانده بودین؟ نه پرینت. دیگه نوشته میکنن که پرینت. ولی علی ما اگر دیگه بیا روی خواستش علی ما رویش کلیک بکنم برای ما چی میشه؟ پرینت میشه. ولی پرینت میتودی است که در جاوا اسکریپت ساخته شده. ولی میتود به نام فرست دادم. میتود فرست در جاوا اسکریپت نیست. خیلی ما باید فانکشن فرست را بسازم. فرست ما میخوام همین فانکشن فرست که کار میشه چی کار شد؟ ما میگم برای ما چی بده؟ یک الرت بده بگه که ویلکام رحمت مثلا. صحیح؟ فهمیدین خب؟ اینجا فانکشن فرست کار میکنه. خیلی میتودای اما علامت هم باید باشه دیگه. خب میگه که رویش کلیک شود میگه ویلکام رحمت. فهمیدین خب؟ اگر شما پارامتر میتون دوجا باید قیمت هم تعیین بکنید. باز همون قیمت هر چیزی که دوجا نوشته کنید اینجا براتون میاره. فهمیدین خب؟ ما میگم رویش که دبل کلیک شد باید همون فانکشن اجرا شود. خیلی ایونت با چی تبدیل میکنیم؟ آن دی بی ال کلیک. صحیح؟ دی بی ال کلیک. حالا ببین کلیک میکنم نمیشه. دبل کلیک میکنم میگه ویلکام رحمت. این باز ما شما در بتن زیاد استفاده میشه. این خطوات انتخاب میشه. نه اگر ما کدام بتن داشته باشم باز دوجم شما هر چیز که باشه شما می ایونت
تعیین کرده میتونین. خالی متدایی است که ما شما ساده کار میکنیم، بعدا بالای دیگه مثلا روی یک چیز کلیک شو اتومات صفحه خرد شود با بزرگ شود سیست. ایره باز در ادوانسش میخوانیم سیست. خب ما میگم وقتی که صفحه سکرول میشه، می بادی ما چی میشه؟ سکرول میشه یک چیز کار شود. وقتی امی متد فرست خیلی تو کار میکنیم، کمی خطا را زیاد میکنم. میگم که لوریم کم نشته شد. خب یک پاراگراف چیز بگیرم. میگم که لوریم 300 مثلا. خب من این صفحه که سکرول میکنم باید همون فانکشن شود اجرا شود. خیلی وقتی که سکرول میکنیم چی نوشته میکنیم که آن سکرول، این که آن سکرول سیست. کدام متد کار شما؟ میگم متد فرست کار شود. حالا ببینین صفحه رفرش میکنم، خود دفعه اول خود چی شنه صفحه سکرول کرده بودیم نه؟ ببینین من معمولی سکرول میکنم. فهمیدن؟ خب یعنی اینمی وینتاست که بازن ما شما در تطبیق میکنیم روی یک چیز کلیک شوه فورم سابمیت میشه یک کار شوه سیست. باز ایره هم سلکترها را دیگر روز میخوانیم که ما یک چیز سلکت بکنیم دو مثلا رویش کلیک شوه یک چیز اتومات در صفحه تغییرات بیاره سیسته. فهمیدن؟ خب این بود از جاوا اسکریپت بیسیک ایونتایش که کار کرده.